حکایت آن که دل سرد نشد. فصل 7 که در آن مرد جوان پی می برد که می تواند در یک زمان هم باغبان باشد و هم گل رز. آنها داشتند از مقابل ساختمان‌های مجلل همتون رد می شدند. لیموزین در مقابل ردیفی از درهای بزرگ ایستاد. راننده با دستگاه کنترل از راه دور یکی از آنها را باز کرد. پس از عبور از جاده‌ای که دو طرف آن پوشیده از گل‌های گوناگون بود، ساختمان بزرگی پدیدار شد. جان فکر کرد این خانه جدید میلیونر است، اما دقت که کرد پی برد که این فقط گاراژ خانه است که 6 در دولنگه دارد. بعد از چند ثانیه که خانه را دید مایوس شد، زیرا این یکی نسبت به خانه‌ای که میلیونر قبلا در آن بود شکوه بسیار کمتری داشت. اما نزدیکتر که شدند او به اشتباه خود پی برد. این خانه دست کم 20 اتاق در 3 طبقه با دودکش‌های سنگی داشت و چشمش به تابلویی خورد که نوشته بود اقامتگاه ادگار. جان فکر کرد ادگار؟ ادگار راننده؟ پس این خانه اوست. آنها از مقابل خانه راننده گذشته و از میان جنگل کوچک و بسیار انبوه به محوطه باز چمنکاری رسیدند که چند اسب با فراق بال در آن مشغول چرا بودند و یکی از کر اسب‌ها پستان مادرش را به دهان گرفته بود. جان چند لحظه اسب‌ها را تحسین کرد و ناگهان چشمش به ساختمانی با شکوه افتاد که 3 برابر بزرگتر از منزل ادگار و به همان سبک ساخته شده بود، اما اتاقهای بیشتری داشت. خانه با فواره ها و مجسمه ها، درخت ها و گل های اطرافش بسیار مجلل تر به نظر می رسید. اینجا خانه مهمانان است، اما اگر برایت اشکالی نداشته باشد می توانی شب را در خانه اصلی سر کنی. آنها سرانجام به خانه اصلی رسیدند و اینجا بود که جان معنی واقعی ثروت را فهمید. نفسش بند آمده بود. خانه به سبک قلعه های قرن 17 فرانسه ساخته شده بود. 4 طبقه بود، 5 یا 6 برج داشت و حداقل 50 پنجره در آن تعبیه شده بود. پیرمرد گفت بالاخره رسیدیم. جان پی برد که پیرمرد خیلی پولدارتر از آن است که او فکر می‌کرد، چون قلعه‌ای مانند این حداقل 30 میلیون دلار و شاید هم بیشتر می‌ارزید. مخصوصاً قلعه‌ای در ساوثهمپتون که قیمت زمین در آن بسیار گران است. یک سرپیش خدمت و یک خدمتکار زن به آنها خوش آمد گفتند. به نظر می رسید احترام بسیار زیادی برای او قائل هستند که این طبیعی می نمود، زیرا پیرمرد اربابشون بود، اما آشکار بود که احترامشان آمیخته با محبت است. آنها عاشقانه ارباب را دوست داشتند و مانند پدری روحانی به او می نگریستند. پیرمرد نه لحن آمرانه داشت و نه مثل ارباب با آنها رفتار می کرد. درست مانند بچه هایش با آنها سخن می گفت. جان دریافت که هیچ کس به لباسهای پیرمرد نمی خندد. میلیونر کلاه سیاهش را به سرپیش خدمت داد و گفت که از آن خوب محافظت کند و از خدمتکار خواست بهترین اتاق را برای مهمان آماده سازد. بعد برگشت و نگاهی به جان انداخت. می‌خواست مطمئن شود که ماندن شب را به او تحمیل نکرده است. جان با تکان سرش به او فهماند که با کمال میل دعوت او را قبول کرده است. میلیونر پیشنهاد کرد اگر دلت بخواهد می توانم قبل از خانه باغ رز را نشانت دهم. جان جواب داد خیلی ممنون می شوم. آن دو ادگار و دیگر خدمتکارها را ترک کردند.
به آرامی قلعه را از میان آبشارها و از کنار استخر بزرگ با شکلی غیر معمول دور زدند. باغ با درختهای بسیار بلند تبریزی محصور شده بود. نزدیک ورودی جان متوجه یک ساعت آفتابی بزرگ شد و تابلوی برنجی دید که در طول زمان رنگ آن به سبزی میزد. روی تابلو این جمله عجیب نوشته شده بود: راز همه چیز در قلب رز نهفته است. میلیونر جلوتر از جان حرکت میکرد. میان باغ راه باریکه‌های زیادی بود که یکدیگر را قطع می‌کردند. باغ بسیار بزرگی بود که به طور غیرقابل تصوری انواع گل رز در آن بود. انتهای باغ شیبی به سوی دریا داشت که زیر نور آفتاب می‌درخشید و روی آن چند قایق همراه نسیم ملایمی این سو و آن سو حرکت می‌کردند. جان عمیقاً مجذوب این باغ زیبا شده بود. هرگز به عمرش چنین باغی ندیده بود. در دل گفت: عجب جای بی‌نظیری. یک بوته رز کنار در ورودی باغ قرار داشت که کاملاً با بوته‌های دیگر متفاوت بود. رزهای دیگر انبوه و پرگل بودند، اما این یکی بی‌برگ و نزدیک به پژمردن بود. در واقع خشک شده بود. میلیونر ایستاد و دستی به یکی از شاخه‌ها زد. هیچ اثری از آفت و شته روی ساقه نبود. خم شد و تنه بوته را نگاه کرد و متوجه چند شکوفه کوچک و چند برگ نازک شد. چهرهش با تبسمی اندوهناک روشن شد. قد راست کرد و گفت: برگشتم که از این بوته مراقبت کنم. بعد دیگر اینجا را ترک خواهم کرد. کار من اینجا تمام خواهد شد. بعد راه افتاد بدون اینکه به جان فرصتی دهد تا درباره این جمله عجیبش سوالی کند. جان او را که پیش می رفت می نگریست و وقارش را حتی در آن لباس مندرس تحسین می کرد. از لحظه‌ای که جان وارد باغ شده بود احساس می کرد به آرامش خاصی رسیده است. میان افکارش فضاهای آرامش بخشی ایجاد شده بود. شاید این بوی دلانگیز گلهای رز بود. شاید هم نسیمی بود که از دریا می‌وزید. احساس رهایی می‌کرد. نوعی شادی بی‌نظیر که سالها تجربهش نکرده بود. وجودش را فرا گرفته است. برای لحظاتی حتی یادش رفت که کجاست و چه کسی است. یک آن از این بیخبری بیرون آمد و پیش خود فکر کرد که چه میشد اگر می توانست هر لحظه که بخواهد وارد چنین دنیایی شود. سرعتش را بیشتر کرد و به میلیونر رسید. پیرمرد حرکتی شبیه به پرواز داشت. این سو و آن سو می رفت. چنین حرکتی برای سن او تعجب آور بود. به زودی به آبگیری میان باغ رسیدند که بنفشه‌های آبی زیبایی اینجا و آنجا روی آن شناور بودند. چند قاز سفید با نشاط خاصی اینور و آنور شنا می‌کردند و یک قوی سیاه آرام و بدون اعتنا به آنها پیش می‌رفت. گویی فلزی عجیبی میان آبگیر روی پایه‌ای محکم استوار شده بود. ابتدا جان تصور کرد که این باید نوعی بادنما باشد، اما بلافاصله به این نتیجه رسید که فقط برای زیبایی آنجا بنا نشده است. شاید پرنده‌ای گاهگداری از آن برای استراحت استفاده می‌کرد. میلیونر مقابل بوته رزی ایستاد. خم شد و آن را بو کرد و چند لحظه در همان حالت خلسه باقی ماند. جان مزاحمش نشد. این حالت او شبیه به خلسه‌ای مذهبی بود. بعد پیرمرد به طرف جان برگشت و گفت: علت اینکه تو به آن موفقیتی که می‌خواستی نرسیده ای این است که هنوز یاد نگرفته ای تمرکز کنی. جان با اعتراض گفت:
اما من تمرکز کردن را بلدم. تو نمیدانی تمرکز واقعی یعنی چه. میلیونر به سوی بوته‌ای که چند لحظه پیش گلهای آن را بو کرده بود برگشت و گفت نزدیک بیا. نگاهی به این بوته بیانداز. بعد به گلی که بزرگتر، رسیده تر و زیباتر از گلهای دیگر بود اشاره کرد. جان اطاعت کرد زیرا نمیدانست پیرمرد میخواهد چه بگوید. در حالی که گره بر ابرو انداخت و لبخندی کمرنگ گوشه لبش را پوشانده بود، لحظه‌ای به آن خیره شد و بعد به طرف پیرمرد برگشت و منتظر نظر او ماند. میلیونر گفت به نظر تو چرا این گل بزرگتر از گلهای دیگر است؟ جان با دست پاچگی شانه‌ای بالا انداخت و گفت راستش نمیدونم. من اصلا از باغبانی و گلکاری اطلاعی ندارم. ولی بهتر است بدانی. اینجوری خیلی چیزها درباره موجودات زنده و کلاً خود زندگی یاد میگیری. همه قوانین را می شود در طبیعت پیدا کرد و کسی که میداند چطور قانون طبیعت را بخواند، قانون زندگی را هم می تواند بخواند. با آن بوته نگاهی دیگر بیانداز. این روز درشت را یک بار دیگر ببین. جان این کار را کرد و روی گل رز تمرکز نمود، اما باز هیچ چیز غیر عادی در آن پیدا نکرد. غیر از اینکه این روز بزرگتر از گلهای دیگر بود و به نظرش رسید که پیرمرد سر شوخی با او دارد که البته هیچ هم از او بعید نبود. من اصلا نمیدانم چرا، شاید مسئله بخت در میان باشد. نه. آنچه مردم اسمش را بخت گذاشته‌اند اصلا وجود ندارد. بخت نام دیگر قانون اتفاق است که بر همه چیز حاکم است. یک فکر با کار مثبت با حالت ذهنی درست همیشه به ثمر خواهد رسید، حتی اگر وقت زیادی بطلبد، چون نظمی آسمانی وجود دارد که هیچگاه خطا نمی کند و استثنا نمی پذیرد. در واقع گاه فاصله زمانی است میان عمل و نتیجه آن. ما معمولاً علت را از یاد میبریم و فقط روی معلول مکث میکنیم. به این سبب است که صحبت از بخت میکنیم. خب، برگردیم سر همین روز. یک بار دیگر نگاهش کن. جان این کار را کرد، اما باز هم چیز خاصی در آن ندید. پیشانیش عرق کرده بود. احساس حماقت میکرد، چون نمیتوانست توضیحی درباره اندازه استثنایی گل بدهد. چیز خاصی نمیبینی؟ نه. اگر بخواهی در تجارت یا هر کار دیگری غرق شوی، باید نیروی مشاهده و منطق خود را قوی کنی. خیلی از میلیونرهایی که من میشناسم سوالی را که از تو کردم میتوانند به سادگی جواب دهند، حتی اگر چیزی درباره باغبانی و گلکاری ندانند. مردم موفق جزئیات را میبینند و اصولی را کشف میکنند که دیگران قادر به کشف آن نیستند. و این است که مردم عادی فکر میکنند آنها خوش اقبال هستند، در حالی که آنها فقط قوانینی را به کار میبرند که بسیار دقیقند. پیرمرد به شاخه‌ای با رز بسیار تماشایی اشاره کرد و گفت روی این شاخه چند گل رز وجود دارد؟ جواب مشخص بود. 1. پیرمرد به شاخه دیگر اشاره کرد و پرسید و چند تا روی این یکی؟ جان شمرد و گفت حداقل 10-12 تا. خب، جواب تو همینجاست. رز تنها بزرگتر است، نه به علت بخت، بلکه به علت کار باغبان و توجهی که به آن کرده است. اینجا را نگاه کن. بیا نزدیکتر. جان به روی شاخه‌ای که رزهای بیشتری داشت خم شد و باغبان پیر به چند غنچه ریز در تنه آن اشاره کرد. اینجا را می‌بینی؟ شکوفه‌های زیادی روی این شاخه است.
من میگذارم آزادانه رشد کنند و این همه رز بدهند. او یکی از شکوفه‌ها را با نوک 2 انگشت چید. روی این یکی شاخه به طور مرتب هر شکوفه‌ای که در می آید چیدم. مثل همین که الان چیدمش و گذاشتم فقط یکی از آنها که مشخص‌تر و زیباتر از همه است رشد کند. به این ترتیب یک گل همه مواد غذایی شاخه را می گیرد و اندازه بسیار دیدنی پیدا می کند. به این می گویند تمرکز. چهره جان روشن شد. باغبان فیلسوف که به فکر جان پی برده بود ادامه داد: جالب اینجاست که هر کدام از این شکوفه‌ها می توانستند چنین رشدی داشته باشند، به شرطی که من انتخابشان می کردم. معنی این حرفم این نیست هر فردی می تواند با به کار بردن این قانون زندگیش را دگرگون کند. زیرا تفاوت بسیار مهم میان انسان و دیگر موجودات در این نهفته است که یک آدم می تواند در آن واحد هم باغبان باشد و هم رز.